ورود از پهلو داریم، ورود از قسمت روبرو داریم و ورود از قسمت پشت. از قسمت پهلو متدهای زیادی داریم، چند تا رو من براتون میگم، حالا بعد با توی گروه هم که گذاشتیم نگاه. اول با دست چپ انتهای این قسمت بازوشو میگیریم، این دستم میاد باز کمک این دسته، بدنم چسبیده به بدن من، قلطش میدیم، نگاه کنید، قلطش میدیم و اینجا میان یکوشی کاتامه، پانکسر کاتامه و متدهای مختلف رو میتونیم. این یک. دوم، دست چپ باز همین انتهای بازو رو میگیره، دست راستتون از زیر میاد پاشو میگیره، پاچه شلوارشو میگیره. نگاه کنید، اگر من هل بدم پا ستون کن، اینجا ستون، ولی زمانی که پاچه‌مه من میام پاچه شلوارشو میگیرم و انتهای بازوشو، اینجا هم کنترل شده پس با خودم میپیچم، مثل جدا نیست، فاصله نمیدیم، مثل تمام تکنیک‌های سر پا در ناگه‌بازی هم همینه، این شما بچسبید به پرتاب، اینم همینه. اگر ما دور بشیم از حریف بکشیم، حریف میچرخه فرار میکنه یا خودمون رو درگیریم.